القضاء والقدر. می‌فرماید شیخ ابن قدامه که من صفات الله تعالی انه فعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء من مشيئته ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. یکی از صفاتهای الله متعال آن است که او فاعل هر چیز است، کننده کار هر چیز است، هر چی که میخواهد انجام میدهد و هیچ کس و هیچ چیز بدون اراده او رخ دادن نمیتواند. هیچ کار هیچ چیز بدون اراده او رخ نمیدهد و هیچ کس و هیچ چیز از مشیت او خارج نیست، از اراده او خارج نیست و در عالم هیچ چیز نیست که از تقدیر الله بیرون باشد. هیچ چیز از تقدیر الله بیرون نیست و همه چیزها از تدبیر و اراده او سبحانه و تعالی سرچشمه میگیرد و هیچ کس از آن تقدیر معین شده الله سبحانه و تعالی گریخته هم نمیتواند و هیچ چیز از آن چی که در لوح المحفوظ نوشته شده است بهتر نخواهد بود. و میفرماید که الله همه آنچه که انسانها انجام میدهند میداند و الله همه آنچه که انسانها انجام میدهند میخواهد. اگر الله سبحانه و تعالی میخواست همه انسانها را محافظت میکرد تا از او سبحانه و تعالی نافرمانی نکنند و اگر او سبحانه و تعالی میخواست همه انسانها را به عبادت خود وادار میکرد و او سبحانه و تعالی مخلوقات ما و اعمال عملهای ما را آفرید و رزق و امورهای ما را نیز معین کرد و او سبحانه و تعالی هر کی را میخواهد با رحمتش هدایت میکند و هر کی را میخواهد با حکمتش گمراه میسازد. الله میفرماید لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، یعنی او سبحانه و تعالی از آنچه که انجام میدهد پرسیده نمیشود. الله از آنچه که انجام میدهد پرسیده نمیشود ولی آنها یعنی بندگان از آنچه که انجام میدهند پرسیده میشوند. در سوره انبیاء و فرموده الله سبحانه و تعالی ان كل شيء خلقناه بقدر، ما همه چیز را با اندازه با تقدیر آفریدیم. در سوره قمر. و همچنین الله میفرماید و خلق كل شيء فقدره تقدیرا، و هر چیز را الله آفرید و برای آن اندازه را معین کرد، در سوره فرقان. و نیز الله میفرماید که و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ مصیبت در زمین و در جانهای شما رخ نمیدهد مگر آنکه پیش از آفریدن آن در کتاب در لوح المحفوظ نوشته شده است. سوره حدید. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، پس هر کسی را که الله بخواهد هدایتش کند سینه اش را برای اسلام باز میگرداند. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، و هر کی را بخواهد گمراه سازد سینه اش را تنگ و فشرده میکند. در سوره انعام آیه 125. و همچنین ابن قدامه در اینجا بعضی از اقوال دیگر رو میارد، میفرماید که و روی عن عمر، از عمر روایت شده است ان جبریل علیه السلام قال لنبی صلی الله علیه و سلم، این که جبرائیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه و سلم فرمود مل ایمان، ای محمد ایمان چیست؟ قال، پیامبر گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیر و شر. ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که جبرائیل علیه السلام با پیامبر فرمود ایمان چیست؟ و پیامبر گفت ایمان آن است که ان تؤمن بالله، این که به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاوری، به فرشتگان او، به کتابهای او، به پیامبران او و روز آخر و به تقدیر و نیک و بد آن هم ایمان بیاوری. جبرائیل گفت صدقت، راست گفتی. تاکید کرد این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را. این حدیث رو امام مسلم روایت کرده است. و همچنین قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمنت بالقدر خیره و شره و حلوه و مره، ایمان آوردم به قضا و قدر الله سبحانه و تعالی، خواه خیرش باشد و خواه شرش بدش باشد، خواه پنهان و خواه تلخش باشد، ایمان آوردم. روایت طبرانی. پس این حدیث از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه با چنین متن نقل شده است. گفتند که پیامبر صلی الله علیه و ایمان آن است که به الله، به فرشتگان، به کتابها، به پیامبران، به جنت و دوزخ و به قضا و قدر، خواه شرش باشد و خواه
خیرش باشد، خواه شیرینش و خواه تلخش ایمان بیاوری. و تحقیق این حدیث می‌فرماید که این حدیث دارای سندهای است، روایت‌های است که رجال آن کسانی که آن را روایت کردند مورد اعتماد هستند و این حدیث مورد اعتماد و قبول شده است. اما می‌فرماید که هنگام اقتباس آوردن از چنین حدیث ها بهتر است که با تحقیق علاوه‌ای از کتاب‌های حدیث شناسی رجال این حدیث به سوی رجال این حدیث مراجعه کرده شود. و همچنین من دعای نبی صلی الله علیه و سلم از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم الذی علمه حسن ابن علی، آن دعایی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر حسن ابن علی تعلیم دادن، یدعو به فی قنوت الوتر، اینکه حسن ابن علی در قنوت ویتر این دعا را بخواند و قینی شر ما قضیت، در یکی از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم که به حسن ابن علی نبیره او صلی الله علیه و سلم برای خواندن آن در قنوت ویتر تعلیم داده بودند و قینی شر ما قضیت، مرا از شر آن چیزی که قضا فرموده ای نگاه دار. این حدیث را ابی داود در کتاب سنن از حسن ابن علی رضی الله عنه روایت کرده است. همچنین آن را نسائی و ترمذی در کتابهاشون آورده است و ترمذی گفتند که این حدیث خوب است، حدیث حسن خوب است و می‌فرماید که سند این حدیث از جانب محدثین معتمد با اعتماد نسبت شده است. بر سطح حسن که خوب این حدیث بیان شده است. پس قضا و قدر از صفاتهای الهی به حساب می رود. الله چگونه‌ای که در قرآن می فرماید ان ربک فعال لما یرید، همانا پروردگار تو آنچه را می خواهد انجام می دهد در سوره هود. اراده و سلطه او سبحانه و تعالی، یعنی هیچ چیز از اراده او سبحانه و تعالی، از دایره قدرت الله سبحانه و تعالی بیرون نیست و بیرون شده هم نمیتواند و هر عمل طبق خواست او سبحانه و تعالی رخ میدهد. او سبحانه و تعالی حاکم مطلق است و هر چی را که اراده کند عملی میکند. پس ایمان به قضا و قدر یکی از ارکان ششگانه ایمان به حساب می رود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث جبرائیل علیه السلام برای ما بیان کردند. ایمان این است که ایمان به الله بیاوری، فرشتگان، کتابها، رسولان، روز آخر و تقدیر و نیکی بد آن و همچنین تقدیر خیر و شر بد آن ایمان بیاوری. روایت مسلم. پس خیر و شر در قدر، خیر و شر قدر از لحاظ تأثیر آن و عاقبتش بیان می شود. چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند با قدر ایمان آوردیم، چه خیری آن باشد چه شری آن باشد، چه شیرینی آن و چه تلخی آن. پس خیر قدر آنچه که فایده رسان و سودمند است خیر قدر، اما شر قدر آنچه که ضرر رسان یا آزاردهنده است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعای قنوت که به حسن ابن علی رضی الله عنه تعلیم دادن، بر او آموزانیدن، فرمودند که وقینی شر ما قضیت، یعنی مرا از شر آنچه که قضاوت کرده ای حفظ نما. پس حکمت در قضای شر، در قضای بدی. پس این قضا عمل الله سبحانه و تعالی است، همیشه خیر و حکمتند. قضای الله سبحانه و تعالی، این عمل الله سبحانه و تعالی همیشه خیر و حکمت است. مقضی آنچه قضاوت شده، نتیجه قضا هست که قضای الله سبحانه و تعالی همیشه خیر است و در مقضی هست یک نتیجه قضا. اما همین نتیجه قضا ممکن است که از نگاه انسان آن بد باشد. نتیجه قضا از نگاه انسان این ممکن است که بد باشد یا آزاردهنده به نظر برسد، اما دارای یک حکمت بلندی هست. مثلا قحطی یا که نبودن باران، این ظاهرش بد است، شر است، ولی حکمت دارد، چون انسانها را به سوی توبه میخواند و از گناه و معصیت آنها را باز می‌دارد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در خشکی و در بحر پیدا شد با سبب کارهایی که مردم انجام میدهند. یکی این فسادی هایی که در بحر و در خشکی و در بحر، این بود است خود ما و شماست. لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون، تا آنها را بیچشاند عاقبت بعض عملهای خودشون را که بعد از خود انجام دادن، لعلهم یرجعون، باشد که اینا با سوی الله باز
میگردند، توبه کنان. پس قضا و قدر الله سبحانه و تعالی همیشه دارای حکمت الله سبحانه و تعالی است و آنچه که برای ما و شما شر به نظر میتابد در اصل یک وسیله برای بازگشت و اصلاح و توبه انسان هاست. از همین خاطر علما میفرمایند که قضا شر مطلق وجود ندارد. در قضا شر مطلق کاملا شر باشد وجود ندارد و هر چی که الله سبحانه و تعالی خواسته است برای بشر دارای منفعت و حکمت است.